مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در مقابل سخنان کارشناس شرکت کننده در این برنامه را ندارند. هزینه این برنامه توسط کارشناس شرکت کننده پرداخت شده است. درود مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه کارشناسان و متخصصان رو تقدیم حضورتون میکنم و مهمان عزیز برنامه آقای مهندس هوشنگ تجاریه هستند. ایشون مدیریت کینگستون دیزاین اند کانستراکشن هستند و کارهای ساختمانی شما را از A to Z یا از الف تا ی برای شما انجام میدن. دارای درجه فوق لیسانس در رشته معماری از دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران و سوابق طولانی در طرح و اجرای ساختمان‌های مسکونی و تجاری در ایران. ایشون 25 سال هست که در آمریکا هستند و پس از اخذ لایسنس از ایالت کالیفرنیا به تخصص خودشون در آمریکا هم ادامه دادن و ساختمان‌های زیادی رو در آمریکا اجرا کردن. تلفن تماس آقای مهندس هوشنگ تجاری کینگستون دیزاین اند کانستراکشن رو خدمتتون یادآور میشم. 310 386 45 55 310 386 45 55 عضو 08 و 50 50 صده ایرانیان. و خیلی مقدم دارم خدمت شما جناب مهندس هوشنگ تجاری. بسیار خوش آمدید. متشکرم خانم فندی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فرشاد بلندیان و کلیه شنوندگان عزیز. سپاسگزارم، ممنون. به هر حال خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم و سری برنامه‌های خوب شما رو تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم. و اما جناب تجاری، در ارتباط با کمپانی خودتون لطف کنید یه مقدار بیشتر شنوندگان عزیز ما را آگاه کنید که به طور کلی چه کارهایی رو شما انجام میدید و چه سرویس هایی رو ارائه میدید. با کمال میل خانم فتی، ما یه مقدار کارهای ساختمانی رو آسان‌تر کردیم برای مردم، به این صورت که ما کلیه کارهای ساختمانی رو یک جا قبول میکنیم. بله. یعنی اگر کسی یه ساختمانی داشته باشه قدیمی و بخوان اینو خرابش بکنن، نقشه‌ای تهیه بکنن و بسازن تا اتمام کار، ما یک جا اینو انجام میدیم. ما تعدادی از مهندسین هستیم که هممون بیشتر از 35 سال سابقه کار داریم تو رشته‌های مختلف ساختمان و ساب کنترکتری هم که باشون کار میکنیم همشون بالای 30 سال تجربه دارن. یعنی کاری که ما میگیریم یعنی یک گروه کاملا پروفشنال کار میکنن رو کار شما و ما پس از اینکه قرارداد رو بستیم کلیه طرح‌های لازمه از جمله آزمایش خاک، تمام سروی، پلان، تمام ریسرچ هایی که باید بکنیم راجع به اون پروژه انجام میدیم و با نظر اونر ما شروع میکنیم طرح‌های ساختمانی رو به طوری که 100% نظر اونر رو تامین بکنه و با کلیه اصول مهندسی ما اینو در نظر میگیریم که کاملا کسایی که ما کار میدن از نظر دیزاین راضی باشن. بعد از اینکه اونر اپروف کرد اون دیزاینو، ما شروع میکنیم تمام طرح‌های استراکچرال اینو توسط مهندس استراکچرال انجینیر تهیه میکنیم، تمام طرح‌های مکانیکال اینو توسط مکانیکال انجینیر تهیه میکنیم، اینتریور دیزاینای اینو به اصطلاح تهیه میکنیم. منظورم از اینتریور دیزاین مبل و پرده و اینا نیست، توی مرحله دیگه است، ولی اینتریور دیزاین کاملا مثل دیزاین خود ساختمان کار داره. یعنی یه دیزاین جداییه، یعنی منظور از فضای داخلی یا بیرون ساختمان؟ فضای داخلی. تمام فضای داخلی رو با فریمینگی که در داخل انجام میشه، کاری که جایی که درایوال میخوره، چه متریالایی میخوره و اینا تمامشو ما دیزاین میکنیم با توجه
به کلیه نقشه هایی که ما داریم بابت مکانیکال، یعنی لایتینگ و ایر کاندیشنینگ، پلامینگ، اینا در اون داخل باید چجوری حل بشه که در دیزاین داخل قرار بگیره و یه جایی ناجور خودش نشون نده. و ما با توجه به این مثلا تمام لایتینگ رو بر مبنای اینتریور دیزاین میکنیم، تمام اون سیستم ایر کاندیشنینگ رو اون مبنا دیزاین میکنیم و ما بعد از این دیزاین ها ما تمام اینا رو با ساب کانترکترامون تمام ریویو میکنیم و با مهندسینی که هر کدوم مسئول یه قسمت هستیم اینا رو کاملا ریویو میکنیم و وقتی که یه پکیج کامل شد ما اینو میدیم به شهرداری و کارای پرمیت و انجام گرفتن پرمیت رو ما خودمون انجام میدیم تا اینکه پرمیت رو ما بگیریم. بله. این یه راهیه که خیلی خیلی کمک میکنه که کسایی که ساختمون میسازن دوچار مشکل نشن که یه طرح ساختمانی تنها رو بگیرن، بعد برن داخل ساختمون، بعد یه سری به مشکلات بر بخورن، حالا کسی ندونه حالا این لوله کجا رد میشه، اون برقه چجوری میشه. دیسکانکشن وجود داره دیگه، بله. وقتی که آدم ها با هم کار نمیکنن، هر کدوم جداگانه این کار هست. ما همه اینا رو کاملا کوردینیت میکنیم و تمام کارهایی هم که میکنیم با نظر اونره و اون تمام متریالا و این چیزایی که ما دیزاین میکنیم با اونر ریویو میکنیم با توجه به کلیه مسائل اینتریور دیزاین که همه چی با هماهنگ باشه و ما تمام متریالایی که در این پروژه استفاده میشه همه رو با نام کمپانی، سریال نامبر، اپلاینس، نوع قفسه ها، کف، سقف، مالدینگ، لایتینگ، همه رو ما میمیسیم. یعنی یه قراردادیه که به طور کامل همه چی درش گنجونده شده. بله. و دیگه ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت با اونر و این پروژه رو میبریم تا آخر و انجام بدیم. علاوه بر این خدماتی که ما میکنیم یه چیز بسیار مهمی که در کارهای کانستراکشن هست این که ما از نظر بیمه های لازم تمام تدارکات رو ببینیم و خودمون و اونر رو به طور کامل پروتکت بکنیم. چون متاسفانه تلفن‌های خیلی زیادی به ما میشه، کسایی که با آدمایی کار میکنن که لایسنس ندارن و اصلا ورکرز کام ندارن، لایبیلیتی اینشورنس ندارن، اینا با اینا کار میکنن و مشکلاتی که به این برمیخورن مشکلات بسیار بد و ناجوریه برای اینکه اطلاع ندارن که کانستراکشن در اینجا چی هستش. در نتیجه ما خودمون به عنوان کمپانی که داریم تمام این چند میلیون لایبیلیتی اینشورنس میدیم به اونر و ورکرز کام میدیم، باند میدیم و اسم اونر توی به عنوان ادیشنال اینشور در این بیمه ما میاد که دیگه اونر هر مسئله باشه پروتکت از نظر این که به اصطلاح وکیل داره برای اینکه به عنوان ادیشنال اینشور میاد تو اون بیمه ها و از هر طریقی ما بتونیم کاملا اونر رو پروتکتش میکنیم و واقعا خیالشون راحت خواهد بود که تمام مسائل با ماست و چطور ما در حین کار ریلیزایی که میگیریم و تمام کارهایی که ما به عنوان کسی که داره این کار رو انجام میده میگیریم. خیلی مهمه که قدم به قدم تمام مسائل رو ما منیج میکنیم، درست و اصولی باشه در واقع. بله. همراه با قانون، به دلیلی که در این کشور واقعا شوخی نیست مسئله قانونی. اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته پروتکشن بسیار مهم هست، خیلی مهمه.
بی نهایت. دقیقا. من با شنوندگان عزیز آقای مهندس هوشنگ تجاریه برنامه رو تقدیمتون میکنن. ایشون مدیریت کینگستون دیزاین اند کانستراکشن هستند که کارهای مختلف ساختمانی رو برای شما به انجام میرسونن. من شماره تلفن آقای مهندس هوشنگ تجاریه رو خدمتتون یادآور میشم: 310 386 45 55 310 386 45 55 عضو 08 و 50 50 100 ایرانیان. و با جناب تجاریه چه پیشنهادهایی دارید برای یا چه پیشنهادی دارید برای کسانی که قصد ساختمان سازی دارن؟ من میدونم شرایط ساخت و ساز این روزها بهتر شده طبق گزارشاتی که مطرح میشه و پیشنهادات شما در این زمینه چیه؟ ببینین، من وقتی که با ما تماس میگیرن مسائلی رو عنوان میکنن که واقعا گیر افتادن و دچار کلی دردسر شدن، من این پیشنهاداتی دیگه اگر توجه بکنن، از اول میشه جلوی خیلی از مسائل گرفت و کارو مطمئن پیش برد. بله. ببینین، یکی این که این نقشه های ساختمانی به طور کامل، نقشه های ساختمانی، استراکچرال، مکانیکال، اینتریور دیزاین و تمام مکانیکال و اینا تمام باید مشخص بشه به طور جامع که بعداً حرفی نباشه که این جزوش بوده اون جزوش نبوده. به طور کامل اینا باید تهیه بشه و پرمیت گرفته بشه. دوم این که یه مدیریت قوی تو کار ساختمانی بسیار موثره، که کسی باشه که برنامه ریزیش درست باشه و بتونه کوردینیت کنه کارو و تمام متریالا و کنترکت هایی که باید بسته بشه به موقع بسته بشه که کار وسط کار نخوابه یا اینکه معطل یه چیزی نشه. مثلا بعضیا میان فریمینگ رو انجام میدن 2 ماه 3 ماه میمونن معطل این که پنجره بیاد، در صورتی که این اشتباهه. همون موقع باید پنجره اومده باشه وقتی فریمینگ تموم میشه. یعنی یه همچین چیزایی رو آدم در کار میبینه که وقت رو تلف میکنه. کار ساختمانی هم چون با پول سر کار داره و مورگیج میده اونر و اینا، واقعا شوخی نیست. باید تمام اینا رعایت بشه. یکی هم این که رعایت کلیه قوانین شهرداری که تمام این کدا و چیزایی که لازمه حین اجرای کار بحثی رعایت بشه. متاسفانه بعضی وقتا حین انجام کار بعضی کارایی انجام میدن که اینسپکتور میاد و جلوگیری میکنه از کار، برای اینکه اون خلاف کدای شهرداری هستش و در نتیجه این کار مجبور متوقف بشه تا دوباره اشکالات برطرف بشه و بعدا اینا یه وقتایی رو تلف میکنه. یکی هم این که قوانین حقوقی مملکتی رو باید واقعا در نظر داشته باشن که از نظر کلیه مسائلی که از نظر حقوقی برای انجام کار کانستراکشن لازمه. و مهم هم اینه که قراردادایی که تنظیم میشه بابت کار کانستراکشن قراردادای درستی باشه، یعنی با نظر وکلاشون باشه. خیلیا از روی خوشقلبی این جامعه ایرانی دستی قراردادی میمیسن و شروع میکنن اصلا اینجا کشور اینجور چیزایی نیست. متاسفانه به اشکالاتی که برمیخورن به هر تو دادگاه دچار اشکالات. نه دیگه میشه سیبیل گرو گذاشت حرف زد. اصلا این چیزا اینجا شوخی بردار نیست. اگه کسی سیبیل داشته باشه راست میگه، اونم خودش حرفی آقای تجاریه. یکی هم این که این همونطور که عرض کردم پوشش‌های بیمه به طور کامل باید داشته باشن که واقعا مهمه. بعد تامین منابع مالی که تا آخر این پروژه واقعا حسابشو کرده باشن
که منابع مالیشو تامین بکنن که وسط کار یه اشکالاتی از نظر مالی پیش نیاد که این پروژه یه بشه. استیمیشن و یا استیمیتی یا هزینه کلی رو از قبل حتما بهشون گفته میشه و اینها میدونن که بر حسب اون بعد قدم بردارن دیگه، درسته؟ قراردادهای ما از اول یه مبلغ مشخصی برای قرارداد ما داریم. اگه ما طبق اون قرارداد و نقشا بریم جلو، این مبلغ تا آخر به طور کامل میمونه. مگه چیزی اضافه بشه؟ اصلا اضافه نمیشه، برای اینکه ما نه از لحاظ خواسته اون شخص مگر اینکه یه چیزی بیان عوض بکنن مثلا. ولی شما با اونر خیلی کار میکنیم، خیلی ادوکییت میکنیم اینا رو که متوجه بشن. معمولا تو کار ما وسط کار چیزی عوض نمیشه، ما کاملا ادوکییت میکنیم از قبل میگید. بنابراین تمام پرداختایی هم که چندین بار به نوبت‌های مختلف باید پرداخت بشه معلومه. بنابراین اونر باید حسابشو بکنه از نظر مالی که بتونه این مخارج رو تامین بکنه. بسیار متشکرم. من شماره تلفن آقای مهندس هوشنگ تجاریه رو خدمتتون یادآور بشم. شنوندگان عزیزشون مدیریت کینگستون دیزاین and Construction هستند و کارهای ساختمانی شما را از A to Z به سرانجام میرسونند. با شماره 310 386 45 55 310 386 45 55 عضو 08 و 50 50 100 ایرانیان. آیا در رابطه با مسئله ساختمانی و پیشنهادهایی که شما دارید مورد دیگری هست دوست دارید یادآور بشید یا میخواید من سوال دیگه از شما بپرسم؟ چیزی که لازم بود مهم بود من عرض کردم خدمتتون. اگر سوال دیگه شما داشته باشیم بکنم. خواهش میکنم. بله، چه سوالی که من از خدمتتون دارم، شما چطور نظرات مختلف مراجعه کنندگان رو میتونید با کلیه اصول طراحی و مسائل فنی ساختمان ها در واقع هماهنگ کنید برای ساختمان سازی؟ البته این خیلی هم آسان نیست، برای اینکه دیگه چون خواسته چیه، چطور میشه انجام داد، کدام ها اصلا خواسته درست هست. بله، به خصوص اینکه تو منازل مسکونی هر کسی یه عقیده خاص خودش داره، ولی به هر حال ما کارمون رو بلدیم که چجوری بتونیم همه چیزو بهشون نشون بدیم و بفهمیم که سلیقه ها چیه، چه استایلی میخوان و بعد از حتما یک جلسه میذارید و صحبت چندین بار. اوکی. ما یه بار نه چندین بار ما جلسه میذاریم که تکلیف معلوم شه. تکلیف معلوم میشه و ما چون دلمون میخواد که 100% خوشحال باشن. یعنی ما تا زمانی که اونر خوشحال نباشه وانه میسیم، یعنی ادامه میدیم تا اینکه نقشه ها به طور کامل تهیه بشه و نقشه های ما هم به طور 100% استفاده میکنیم از فضایی که مثلا در اختیارمون هست. مثلا فرض کنیم که اگه یه منزل مسکونی 6000 اسکوئر فوت 5000 اسکوئر فوت باشه، ما چنان استفاده میکنیم که اصولا فضای تلف شده یا روابط ما کاملا درسته. ببینید شهرداری اصولا روی کیفیت دیزاین ساختمون اصلا هیچ کاری ندارن، فقط از نظر سیفتیه. شما هر چی اگر بد دیزاین بشه شهرداری کاری نداره، ولی متاسفانه چون بعضیا نقشه خوانی هم نمیدونن، همین که یه نقشه گرفتن همون ارائه میدن، ولی خب مثلا تو اون فضا اگر میشد 6 تا اتاق خواب در بیاد ممکنه 3 تا اتاق خواب در بیاد. من موردی بود که دفعه پیش بهش اشاره کردید. چقدر جالب بود. استفاده درست از فضایی که در دست دارید شما. بعضی از مراجعه کنندگان ما به حال اشخاصی هستن که بسیار با مطالعه هستن و زیاد ساختمان مختلف دیدن و مجلات آرشیتکتور زیادی رو مطالعه کردن، اینتریور مطالعه کردن و ما وقتی که باشون صحبت میکنیم واقعا خیلی آگاهن و خیلی جالبه و ما کار خیلی خوب میبریم جلو. یک گروه دیگه از مراجعه کنندگان هستن که اینا وقتی که مراجعه میکنن میایم صحبت بکنیم، میگن آقا ما خودمون خیلی واردیم، تو ایران ما 3-4 تا ساختمون ساختیم و خیلی واردیم
البته اگه اینو نگم ما یه ذره راحت تریم، برای اینکه می‌دونید ساختمون سازی تو ایران اصلا کاملا دنیای دیگه ای بود. و از نظر فنی، از نظر کدا، از نظر ساختمان سازی، از نظر مسائل حقوقی، بعضی هم هستن که اصلا خب چون سرکاری نداشتن نمیدونن، اطلاعی راجع به اینجور چیزا ندارن و از مسائل حقوقی مملکتی هم اصولا خبر ندارن و کاراشونو به کسایی میدن که نه لایسنس دارن نه، و اینا به اشکال برمیخورن. من یه نمونه هایی دارم که میخواستم عرض کنم خدمتون که کسایی که فکر میکنن میتونن مقایسه کنن با ایران و ابراز میکنن که ما 3-4 تا ساختمون ساختیم و ما میدونیم، این نمونه ها رو من عرض میکنم، بعد نه خودشون سوال کنن که آیا واقعا در اینجا وارد هستن یا نه. ببینین وقتی ما میخوایم پیاده بکنیم، یه سول ریپورتی که ما داریم، اون مهندس سول انجینیر ریپورتی که راجع به اون زمین به خصوص تهیه کرده، یعنی اون زمین رو میرن در عمق زمین لایه لایه میرن آزمایشگاه، مشخص میکنن که این زمین چه نوع زمینیه. بعد یه قسمتی هست به عنوان ریکامندیشن که در این میمیسن که اوکی مهندس استراکچرال انجینیر به چه صورت مثلا ما پیشنهاد میکنیم که فاندیشن ها رو اینجا دیزاین بکنیم، یا مثلا میگن که این خاک باید شما 4 فوت ریموف کنین و 8 اینچ خاک بریزین و اینو با این دستگاه ها بکوبین و یه مقدارم مثلا باید کمی نمش بکنیم، آبش بدیم و وقتی که به 2 فوت رسید ما باید تماس بگیریم اون تکنیشن این مهندس سول انجینیر بیاد و اون 2 فوت رو تست بکنه. وقتی این 2 فوت رو تست بکنه یه گواهی به ما میدن که اینجا تست شده، کار ادامه بدین. بیشتر از 2 فوت ما نمیتونیم این کار بکنیم و دوباره 2 فوت بعدش رو 8 ما باید اینو بریزیم لایه لایه کمپکت بکنیم و اینا دوباره بیان. وقتی اینا دوباره اومدن میگن خیلی خوب حالا شما میتونین فاندیشناتون رو تو این کمپکشن در بیارین. ما فاندیشن ها رو وقتی که در میاریم به صورت مثلا یه ترنچه، به صورت مثلا جوب یا یه مربع مستطیلی که مثلا عمق 2 فوت یا همچین چیزایی داره، باید دوباره تماس بگیریم. مهندس سول انجینیر میاد یا تکنیشنش و اینو تست میکنه و میگه که و باید به سیتی اینسپکتور هم بگیم بیاد اپروو بکنه که ما بتونیم تازه فاندیشن اونجا بذاریم. حالا این در مورد فقط خاکه. حالا من یه نمونه مثلا از ایران خدمتتون عرض میکنم که ببینید چقدر فرق میکنه. یه ساختمانی بود قبل از انقلاب، چون من میدونید قبل از انقلاب سالها کار میکردم و بعد از انقلاب من 7-8 سال در ایران کار میکردم. یه ساختمانی بود چندین دستگاه آپارتمان بیلدینگ بود، این 95% تموم شده بود، 5% مونده بود که کاملا تمام بشه. این ساختمون یک باره ریخ فرو. یعنی این ساختمون یک باره تمام طبقاتش خراب شد. حالا علتش چیه؟ همین مسئله سول ریپورتی که مرز میکنم. ببینید یه چیزیه در برابر این عظمت ساختمانی که این حرکت، یه چیزیه که مثلا خرجش اصلا بسیاره، ولی در ایران انجام نمیشد به اون صورت. حالا در ایران چون یه چاهایی میزدن اونجا به اون صورت، سیستم سواره اینجا نبود و وقتی میرفتن مثلا فرض کنیم 30 فوت 40 فوت پایین، مثلا اینجا یه انبارهایی به طور افقی میزدن مثلا به عنوان یه راهروهایی و اینا بدون توجه از اینکه فاندیشن ها رو کجا میذارن گذاشته بودن جایی که این انبارها یهو فرو ریخته بود و ساختمون رو به طور کامل خراب کرد. یعنی ببینید این جزئیات چقدر مهمه. شما ببینید اصلا اینا در ایران این سول اینا به این صورت انجام نمیشد، ولی شما ببینید چقدر این مسائل مهمه. مطمئناً بله. که در سیفتی جان افراد و اصلا خود ساخت و ساز اون ساختمان و بنا 100%. حالا نمونه‌های خیلی بیشتر دیگه من دارم که در این مورد که واقعا چجوری اینجا کار میکنه و چجوری در ایران کار میکردن. واقعا دلم میخواد که کسایی که فکر میکنن که میدونن توجه داشته باشن که
این مسائل که ببینید چقدر فرق میکنه. سیستم بسیار متفاوته و بسیارم ممنون از اطلاعات خوب و مفید شما جناب مهندس تجاریه عزیز. با امید گفتگو با شما به زودی. شنوندگان عزیز، آقای مهندس هوشنگ تجاریه، مدیریت کینگستون دیزاین اند کانستراکشن، برنامه‌ای را تقدیمتون کردن در خصوص کارهای ساختمانی. کمک رسان شما هستن از الف تا ی، از A to Z و میتونید با شماره 310 386 45 55 310 386 45 55 با آقای مهندس هوشنگ تجاریه در تماس باشید. ایشون عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان هم هستند. سپاسگزار و ممنون از شما، بسیار آموختیم. خواهش میکنم، متشکرم از شما، از آقای بلندیان و شنوندگان عزیز که لطف کردن به صحبت من گوش کردن. متشکرم، مرسی، خدا حافظ. هزینه برنامه‌ای که شنیدید توسط کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ مسئولیتی درباره سخنانی که ایراد شد بر عهده ندارند.